سلام. جمعه وعده آزاده، عجیب غریب، خوشمزه. اصلا نگم براتون ولاتیان که تا رو ندیدت، بهتون قرمم تا رو ندیدت. خب لایکا بزن تا بگیرم. خب بزن دیگه، بیتر بیاد. اگه گفته چیه؟ چرا خوشمزه، چه وعده آزادی بشه این. نمیدونم بهش بگم همبرگره، غولی، لاتی، کیک بگم، کیک اصلا نمیدونم چی بگم. فقط نگاه کنید آقا، رخ کارا ببینید بزرگم. نه نونه برگر انقدر اینو فقط ببینید کارو، فقط نگاه کنید. من خودم هولم انا واسه خوردنش ببورمش. کارای جدید، کارای شیک، کارای خوشگل، کارای خواستنی، کارای که نگاه میکنی لبا در آب میفته. سوسا بزنم روش. امینه بی طبیعتم کجایی؟ دور نشستی؟ امین هم دیگه نردمش تو کار دیگه. سوسا بزنم آقا، اینجوری سس بزنم رو کارم خوشگل بشه. بعد این سس هم بزنم، سس فرانسه بیا بزنم، بعد ببریمش. قبول دارید؟ مثلا اول اینجوری میکردم، گفتم ببینید کارو. خدانه من افتاده. نگاه کنید، خوب توجه کنید. ببرمش به صورت حوزه خلیج فارس کشورش که مثلا برید نگاه کنید. بعضی از فست فودیاش هستن که اومدن. ببین کیه رانایی تو خونه. از فست فودیاش هستن که اینجوری غذا میزنن جلوتون با نون، با خمیر میپیشن. بهش میگم بلعک. صداتون بیارم بالا، خوب توجه کنید. روخ کارو ببینید آقا، ببینید. نگاه کنید با دست میرزیش داغه. ببینن داغی رو دوست دارم. بخوام روخ کارا خوشگل براتون بیارم بالا. ببینید نگاه کن آقا، ببین خوب توجه کن آقا. براتون یه گوهست بزنم لذت بره. ببینید آقا، خودش لذت بردی؟ یاد نره کامنت بذاری اگه لذت بردی. خیلی گارشیکانه نگاه کنید آقا، لاتیان. خیلی هم بگن چرا شما فست فودی نمیزنی؟ من کارم به دست بازیه، باشه که دارم. بسیار کار خوشمزه، فقط جاتون خالیه، خیلی جاتون خالیه. سوسو رو دست بگو آقا دیگه. بازی تموم شد، خدای شکرت. نگاه کنید فقط، میبینید کارا یا نمیبینید؟ خوب توجه کنید آقا. دستم بازی تموم شد. به سوسم زیاده، به خاطر همین من مجبورم که نگاه کنید آقا، بخوام جلو نریزه. نگاه کنید کارو، خوشمزه. هر که گفت اسم این غذا چیه؟
ببخشید مجید صحبت نمیکنم از بس کار شیک و خوشمزه. الله این آقا گوشت و پنیر رو کار باشه نکنه لقمه میگیرم بخورم مثل بنزم. من قشنگ لاکرابتون قش کنم آقا. بیا اینجوری ما لقمه میگیرم بخورم. من یه نمونه دیگه هست که میگن لاش سوخاریه. بریم برای یه آیتم بعدی نگاه کنید. فقط قبلش باید این پیج اصری ما کم بریم رو فالو کنید واسه خریدن چربی سوس. چون پیجی بتونم مطمئن هستم با این بعد از میشکونه. چربی منم بیار منم چربی سوس رو بخورم. منم چربی سوس رو بخورم که چربی ها رو دفع کنه. آب یه ذره آب با روش بنه با چربی سوس بخورم. بعد بریم سر این یکی آیتم بریم چجوریه لاشه ببریم در بیارم کنم چجوریه. یه ذره آب بدم من چون میخوام نوشه رو بخورم چربی سوس بخورم آقا. بره تهیه تمام چربی سوس ها از هر برندی معتبر با قیمت مناسب پیج اصلی مکم بریم. خب نوشه بره کنار چون کارت اینچه بریم لقمه بعدی آقا. ببینیم این چه مزه‌ای داره ولی آخرش هم یه فست فودی باید بزنم. والا اینقدر که شما عاشق غذای منصد وعده آزوده منصد آقا ببرمش از هم کارم میخوام براتون شیک در بیارم به خاطر همین یکم آخ نگاه کنید آقا. ببین چطوره میشه همینجوری تا بکشم تا آسمون بکشم همینجوری کش میاد. نگاه کنید آقا. وای نگاه کنید این طرف کار داشته باش. ببین این کاره من سس آقا بهش بزنم خدایی پای ودازه دوم میشد کیف بکنه. تا امکان نداره که لبودنتون آب نیفته تو دهنتون بزاق زیاد تولید نشه و اگه رژیم 100% بودی توی یه سال به خاطر دیدن این کلیپ و ویدیو رژیمتو نش کنی مشکل نداره بشکن. برم خوردنش بفرم کیفش هم نمه کنم قشنگ پخته شده. این ورق زیرش من بکنم آقا. ورق زیرش که نچسبه ورق نچسبش. یه طعم و مزه دیگه داره خیلی خوشمزه. بفرمایید اینجا ناکن خیلی خدا وکیل اینش نخورم من. دوستم از این سیب زمینی هم که اینجوری سرخ شده به صورت زیبا بتونم اینجا کار کنم روش طعم خوشمزه تری میده آقا.
به غذا. چقدر طول کشید میدم طول شد مغز زده کار نمیکنه اینقدر خوشمزه اینجا بعد اقواز داده بود. امیدوارم که این ولاغاز دادم بهتون شیک و مجلسی باشه. خیلی تلاش کردم ولاغاز خوشگل بهتون بذارم با تنوع بالا از بس دوست دارید. من تو فرودگاه میرم بگم آه شما همون نیستی که ولاغاز داد میذاری. هیچ کی نمیگه آقا قهرمان جهانی تیم ملی بودی پرورشندان فلان بودی، هیچ کی کاری به این نداره. همه میگه آقای ولاغاز چطور شد چرا نذاشتی؟ من عاشق ولاغاز هستم. همه ما رو به این ولاغاز میشناسن. چرا نمیدونی میشه بره بخورم آقا. امضای کارم باشه نوشه باشه آقا. من قطع کنم این ویدیو رو که هم بتونم سریع آپلودش کنم همه که برسم به این خوشمزه آقا. اینجا گذاشته همینطور دوست دارم. امیدوارم که شما بتونید راحت تهیه بکنید. البته اینجور چیزا یا نمیده تهیه بکنید چون اینجا پیدا نمیشه و حالا مثلشو پیدا کنید بخورید و لذت ببرید و این ولاغاز باعث میشه که خیلی اشتها بگیرن برن سمت غذا. همینطور دوست دارم جاتون خدا شاهده اینجا آرزو قلبی اینه که حال خوبی داشته باشید یا حق.